در این فیلم آموزشی با انجام تنظیمات کلی نرم افزار در خدمتتون هستیم. نام کاربری و کلمه عبور راهبر سیستم رو وارد می‌کنیم و وارد سامانه میشیم. در سامانه مدیریت درخواست گاما در قسمت بالای صفحه سرصفحه قرار گرفته که در سمت چپ اون دکمه خروج و اسم شخصی که به سیستم لاگین کرده مشخص شده که در صورتی که روی این اسم کلیک کنیم یک منو باز میشه که یک سری گزینه داره که هر کدوم از این گزینه ها کاری رو برای ما انجام میدن. به عنوان مثال شخصی که وارد سیستم شده که در حال حاضر ما با ادمینی کار انجام دادیم میتونه اطلاعات شخصیشو ویرایش کنه، کلمه عبور، تفویض اختیار، ارجاع خودکار، کلمات کلیدی که هر کدوم از اینا در قسمت‌های بعدی به صورت کامل شرح داده خواهد شد. در قسمت هدر اعلان ها نیز قرار گرفته که در صورتی که قرارداد رو به اتمام باشه، نقطه سفارش موجودی قطعاتمون در انبارها رو به اتمام باشه، تاریخ تولد و یک سری مواردی که نیاز به هشدار به ادمین و سایر کاربران داره رو اینجا نشون میده. در کنار اعلان ها لینک ایجاد وجود داره که ما از طریق این لینک میتونیم تبدیل تاریخ انجام بدیم. به عنوان مثال میخوایم ببینیم که یک تاریخی یک تاریخ شمسی معادلش در تاریخ میلادی به چه ترتیب هست که اینجا میتونیم این کار رو انجام بدیم. همینطور تنظیمات سازمان که این هم خودش نیاز به یک آموزش داره که در فیلم‌های بعدی آموزش داده خواهد شد که تنظیمات کلی نرم افزار، یک سری امکانات و ابزارهای اضافی که بخوایم فعال یا غیر فعالش کنیم میتونیم از این طریق از این قسمت انجام بدیم. به عنوان مثال میتونیم تنظیمات مربوط ایمیل و SMS رو هم در این قسمت انجام بدیم. رنگ بندی برای تغییر تم نرم افزار یا رنگ بندی نرم افزار هست که الان روی تخت هست. ما میتونیم آبی روشن یا رنگ های دیگه ای رو که مد نظرمون هست عوض کنیم و سری بعدی که وارد سامانه میشیم این خودش ذخیره میکنه و این تم نیاز به تغییر دوباره نداره. تاریخ بروز رسانی نرم افزار یعنی آخرین باری که این نرم افزار بروز شده و پچ کپی شده رو مشخص کرده و همینطور تاریخ فعلی که اینجا هستش و همینطور در سمت راست اون یک آیکون برای نمایش لیست صفحات وجود داره که چون ما با راهبر سیستم وارد شدیم تمامی صفحات مربوطه به ادمین نشون داده میشه که روی هر کدوم از این صفحات کلیک کنیم به عنوان مثال صفحه کارتابل به اون صفحه ارسال خواهیم شد و در هر صفحه هم که بریم یک سری ویجت ها یا بخش ها وجود داره که اونا رو هم شرح میدیم. به عنوان مثال در صفحه ساختار سازمانی و در اکثر پیج های نرم افزارمون یک درختواره وجود داره و یک فهرست که این درختواره یک نمایش درختی از مواردی که مرتبط با این صفحه هست رو نشون میده. به عنوان مثال چون ما الان تو قسمت ساختار سازمانی هستیم درختواره تشکیلات سازمان نمایش داده میشه که من با کلیک بر روی هر کدوم از این واحدهای سازمانی میتونم لیست زیر مجموعه های اون واحد رو که به صورت درختی هم در اینجا قابل نمایش هست ببینم. علاوه بر نمایش درختی یک فهرست وجود داره که این فهرست یک سطر فیلتر داره که من میتونم اینجا جستجو انجام بدم و همینطور نمایش تعداد سطر در هر صفحه که میتونم کم و زیادش کنم و یک منو وجود داره که از طریق این منو من تمامی عملیات اصلیم رو میتونم انجام بدم. به عنوان مثال اگر من بخوام زیر مجموعه مدیریت عامل یک واحدی رو ایجاد بکنم کافی از من دکمه ایجاد استفاده کنم، کد واحد، عنوان واحد و سایر فیلدها رو پر کنم، گزینه ها رو و دکمه تایید رو بزنم. همینطور ویرایش دسته‌ای و سایر امکاناتی که در واقع به ما داده شده تا عملیات خودمون رو انجام بدیم. به عنوان مثال در صفحه مخاطبان باز هم مشابه ساختار سازمانی باز درختواره وجود داره که من با کلیک بر روی هر کدوم از این گزینه ها میتونم در این قسمت فهرست هم موارد مورد نظر رو ببینم. اینجا گروه بندی هست، روی هر کدوم از گروه ها کلیک کنم میتونم افرادی رو که به این گروه اضافه کردم ببینم. باز هم سطر فیلتر وجود داره و ستون هایی رو اینجا میبینم که از قبل تنظیم شده و در صورتی که ستونی مورد نظر من نباشه و نخوام اینجا نمایش داده بشه یا برعکس
بخوام بهش اضافه کنم از قسمت تنظیم ستون ها در قسمت پایین این فهرست میتونم این کارو انجام بدم. مثلا من پست الکترونیک رو نمیخوام، حذفش میکنم با درگ دراپ و به جای پست الکترونیک میخوام نشانی بیفته. اینجا نشانی رو نشون میدم. و زمانی هم که تبدیل به اکسل میکنیم با توجه به تنظیماتی که تو ستونامون انجام دادیم میتونیم در خروجی به اکسلمون تمام ستونها رو در اکسلمون هم ببینیم. همینطور در بعضی از صفحاتمون به عنوان مثال همین صفحه مخاطبان با کلیک بر روی هر کدوم از سطرها اون سطر انتخاب میشه و جزئیات مربوط به اون سطر در قسمت اطلاعات بیشتر یا جزئیات نمایش داده میشه که خود اطلاعات بیشتر هم طبقه بندی شده برای سادگی کار و دسته‌بندی کردن اون.